صفر جمع صفر چی می شود؟ صفر تقسیم صفر چی می شود؟ صفر ضرب صفر چی می شود؟ صفر. هرچه تمام فرمول ریاضی را سر این صفرها بیاوری، این صفرها قیمت پیدا نمی کنه. شهرت دنیا، عزت دنیا، پول دنیا، زن دنیا، پارتی دنیا، قصر دنیا، همه صفرن. خب وقتی در کنار یک صفر یک دانه یک را قرار بدی چند میشه؟ یک صفر چند میشه؟ دو صفر چند میشه؟ سه صفر چند میشه؟ 1000. پس این صفرهایی که قیمت نداشت، ارزش نداشت، الان با یک دانه یک هویت پیدا کردن. عزیز من، در کنار قصر خدا را قرار بده، در کنار پیشرفته های الله را قرار بده. در همه اینها میشوند با هویت و با ارزش و با قیمت.